که جفا ز خار و گل. با یاد نام خدا و سلام به دوستداران ورجاون. دوستان عزیز، در این برنامه به معرفی رهی مویری از شاعران برجسته زبان و ادب پارسی می پردازیم. رهی مویری شاعر، نویسنده، ترانه‌سرا، مترجم و یکی از تاثیرگذارترین شاعران ایران در قرن 20. رهی مویری که بیشتر به خاطر اشعار عاشقانه شهرت دارد، در کنار آن توانست با زبان ساده و دلنشین خویش مفاهیم عمیق انسانی دیگر را نیز به زیبایی بیان کند. رهی مویری به دلیل داشتن اندیشه های نو و کرده های خاص توانسته بود شعرهایش را با مخاطبان بیشتری ارتباط دهد. از دیگر ویژگی های شعر رهی مویری می توان به بیان احساسات درونی، عشق و آزادی اشاره کرد. برخی ویژگی های مهم اشعار رهی مویری عاشقانه بودن بسیاری از اشعار او در زمینه عشق و روابط انسانی است. اشعار عاشقانه او با سادگی و صمیمیت زیاد و احساسات و عواطف انسانی به تصویر کشیده شده است. آنجا که میگوید آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم، سرد مهری بین که کس بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سراپا سوختم. یا این ابیات دیگر او: بس که جفا ز خار گل دید دل رمیده ام، در کنار دل شکسته همیشه غمگین گشتم، چندین شب و روز در این لذت شگفت، غم فراق و درد در دل گریبان گشتم. این شعر از مویری به زیبایی احساسات عاشقانه و رنج دل شکسته را بیان می کند. خار به نماد رنج و درد و گل به نماد زیبایی و خوشی اشاره دارد و این تضاد در دل عاشقانه رهی مویری نمایان است. عناصر اجتماعی و انتقادی علاوه بر اشعار عاشقانه رهی مویری، در برخی از اشعارش نقدهای اجتماعی نیز دارد و از مشکلات اجتماعی زمانه خود سخن میگوید. او همچنین در برخی از اشعارش به دغدغه‌های انسانی و آزادی اشاره دارد که بیانگر دیدگاه اجتماعی و سیاسی بود است. آنجا که میگوید بر خاطر آزاده غباری ز کسم نیست، سرو و چمنم شکوه‌ای از خار و خسم نیست، از کوی تو بی ناله و فریاد گذشتم، چون قافله عام نوای جرسم نیست، افسرده ترم از نفسی باد خزانی، کان نوگل خندان نفسی هم نفسم نیست، صیاد ز پیش آید و گرگ اجل از پی، آن صید ضعیفم که رهی پیش و پسم نیست. بر خاطر آزاده غباری ز کسم نیست. رهی مویری در عرصه ادبیات ایران از بزرگترین شاعران نوپرداز به شمار میاد. توانست اشعارش را به صورت گسترده‌تری در میان نسل‌های مختلف جا اندازد. اشعار او به ویژه در موسیقی ایرانی و افغانستانی شناخته شده و برخی از ترانه‌های او توسط هنرمندان بزرگ همچون استاد نینواز، احمد ظاهر، همایون شجریان و غیره هنرمندان اجرا شده است. رهی مویری در ادبیات معاصر ایران جایگاه ویژه دارد و اشعارش همچنان در بین ایرانیان و افغانستانی‌ها محبوبیت زیادی دارا می باشد. رهی مویری از جمله شاعرانی بود که تأثیر عمیقی در گسترش و تقویت زبان فارسی داشت. او با شعرهای زیبا و ماندگار خود در قالب‌های مختلفی به ویژه غزل و شعر عاشقانه توانست زبان فارسی را به سطوح بالاتری از ادبیات و هنر ببرد. نقش رهی مویری در گسترش زبان فارسی را میتوان در چندین جنبه مختلف بررسی کرد. 1. استفاده از زبان ساده و پرمحتوا.
رحیم مویری با استفاده از زبان ساده، روان و دلنشین خود باعث شد که شعر فارسی به یک زبان عمومی و قابل فهم برای مردم عادی تبدیل شود. او توانست مفاهیم پیچیده و عاطفی را به شکل ساده بیان کند که همه افراد بتوانند آن را درک کنند. دوم، ایجاد پیوند میان ادبیات سنتی و مدرن. رحیم مویری با حفظ اصول کلاسیک شعر فارسی توانست نوآوری‌هایی در ساختار شعری به وجود آورد. او همچنین در اشعار خود از زبان و ساختارهای ادبی نوین بهره برد که در او زمان کم سابقه بود. سوم، شعر عاشقانه و تأثیر آن بر فرهنگ عمومی. رحیم مویری بیشتر به شعرهای عاشقانه و غمگین شهرت داشت. او با شعرهای خود در مورد عشق، درد، امید و ناتوانی انسانی تأثیر عمیقی به مردم و ادبیات فارسی گذاشت. بسیاری از اشعار او به مرور زمان به قطعات موسیقی تبدیل شد که در قلب فرهنگ پارسی و کشورهای فارسی زبان محبوب شد. چهارم، انتقال مفاهیم اجتماعی و فرهنگی. بسیاری از اشعار رحیم مویری از مضامین اجتماعی و فرهنگی بهره می‌برد که به ارتقای سطح آگاهی مردم در مورد مسائل مختلف زندگی و جامعه کمک کرد. او با آثار خود به گسترش فرهنگ و ادب فارسی کمک شایانه کرد. پنجم، موسیقی و شعر. اشعار رحیم مویری مورد استقبال بسیاری از خوانندگان فارسی قرار گرفت. آهنگ‌هایی که بر اساس اشعار او ساخته شدند موجب شدند که اشعارش در سرتاسر ایران و دیگر کشورهای فارسی زبان پخش و گسترش یافت. رحیم مویری نه تنها یک شاعر بزرگ بلکه یک نمادی از زیباشناسی و فرهنگ زبان فارسی در دوره خود بود. آثار او هنوز هم در قلب مردم زندگی می‌کند و نقش اساسی در حفظ و گسترش زبان و ادب فارسی ایفا کرده است. یاد و خاطرش جاودان.